سلام دوستان، خیلی چاکریم. برگشتیم باز. چالش‌های قشنگ داریم با داداش گلم. خودشو معرفی میکنه. سلام، من امیرحسین هستم. کوچیک همتون اومدیم که لبخند روی لباتون بندازیم. آقا بریم که چالش‌ها رو بکنه. من اصلا معلومه برنده کیه. میترکونه. بریم. سنگ، کاغذ، قیچی. دیگه نذار زمین. بردا دست میگی. سنگ، کاغذ، قیچی. اوه سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ، قیچی. سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ. قیچی. 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 بیا اینجا. بده من. سنگ، کاغذ، قیچی. من دیگه نباید تو بگیری. سنگ، کاغذ. آها، کی رو میزدی؟ سنگ، کاغذ. سنگ، کاغذ. نه دیگه دیر نیاد. اصلا نمی جرزنی نکنم. با جرزنی. سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ، کاغذ، قیچی. یه بلایی سرت بیارم امیرحسین. میتونم. یه بلایی سرت بیارم. سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ، کاغذ، قیچی. چقدر دیگه دوستان؟ خنده های منم میرسه. سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ، کاغذ، قیچی. سنگ مشت آقا، شما دیدید دیگه، مشت بود آقا، من قبول ندارم. خب امیرحسین بریم این چالشی که میله رو بکنه تو دست. بله. که آقا ببینیم چجوریه بطری میتونیم برداریم. بازم میبازید شما. باش. برم چند یه دور بکنم اگه من تو چطور عجوری. دوستان عزیز، من گفتم اینو همیشه میبرم. بریم شروع کنیم. بیا جلو، سرتو بیا جلو. نه به نظر من بهترین حالتش اینه که اینجوری که ما گرفتیم آقا یه دورم میتونیم بچرخونیمش، درسته؟ بله. یه دور که دوباره باید از قرمزش بگیریم دیگه. آره. ای نمیشه. ای نمیشه. خب آقا من گفتم یا بازی رو میبرم یا خرابش میکنم. بریم. باید بچرخونی یا باید بچرخونی. نه نامردی نکن، نامردی نکن، نامردی نکن، نامردی یخ زدن. چالش بیسکویت داریم که تایمر میگیریم ببینیم کدوم زودتر میخوره. یه مجازات ریزی هم داریم، یعنی میتونی ببینیم. آقا 1 2 3 5 ثانیه. بیا ببینم. آن نمیتونم. آب بدم؟ نه دیگه بدون آبه. 31 ثانیه. نه سریقت کن آقا. 49 ثانیه و 84 زدم. گوشی رو دارم بازنده عزیز. بریم. 1 2 3 5 ثانیه.
نمیره پایین. دهن خالی تو به دوربین باید نشون بدی. 34 ثانیه 34 ثانیه. معلوم شد دیگه برنده کیه. بریم برای مجازات. آقا ما چالش بیسکویت رو من بردم. الان میخوام ببرمش یه جایی قشنگ برقصه برامون. خیلی چاکریم آقا. بریم که رقصش رو ببینیم. غلط کردم غلط. آقا خیلی مخلصیم. بریم که داشته باشیم. برو صحبت نکن اصلا هیچی. برو برو برو. باخته. رو به اون ور منو نگاه نکن. برو کل شیشه رو قراره بریم. قد کن من دیگه